سلامی پر از مهر و صمیمیت نیسارتان، دوستان و استادان عالی قدر، بنده هلالی صبر هستم و اینجا تصمیم گرفتم شعری را از شاعره رویا عثمانی بهر مادران و بانوان عزیز تقدیم کرده باشم. با اون رخسار خورشیدی، با اون رخسار خورشیدی، با اون پیراهنی چیتی کبود و سبز، با اون رویمال اسپیدی بدوری سر، با اون چشمان دایم در فراقی بچه جانت تر، بمیرم من ایا مادر کنم خاکی رهت بر سر، بمیرم من ایا مادر کنم خاکی رهت بر سر. دلم صد پاره می گردد که چند است من نمی بینم گلی خوشروی لبخندت، نمی بینم دیگر دایره بر دستت، نمی خوانی دیگر بیت با آن لحن شکر آلوده و قندت، نمی خوابی خموش و بی صدا تا صبح می نالی به یادی آن جگر بندت. فقط رازت خدا می داند ای مادر، چیسان می سوزی و بر کس نمی گویی، چقدر از دردها سیری، چه دشوار زندگی کردی، ولی دست بر دعا بگشاده می گویی خدایا شکر، خدا خارم مکن در عین پیری. منم دستی دعا بگشاده می گویم الها شاد باشی مادر پیرم، دیگر اشکت نبارد روی رخسارت، دیگر پرغم نبینم قلب بیمارت، و آید بچت ساق و سلامت از غریبی ها، شود سرشار شادی روز و روزگارت. خدا یارت ایا مادر، خدا یارت.